و زنگا هستم از شهر کلوب. چند سال کار کردی؟ 4 سال در مگزین کار میکنم. نمی آخران نمی 3 ماه آخران ما رسمونا نداده 3 میلیون 3.5 میلیون سوم گرفته رفته ازبکستانی بچه ما را فریب کردگیه. ما حاضی نداریم، نه نان خوردن داریم، نه سون داریم، نه اگام جای خواب داریم، از جای کار نداریم. انشالله. برای این خواهرم باز خواهرای دیگه هم هستن که شما خودتون معرفی کنید. باید دکتر ما میگرم ما را منخی 4 ماه کار میکنم یا مذاکرات آمد این مایده زاکرات آمد هم کسومگیری گریخ برسته شده بیز و خدنای ما را کار کار مفرمید. یک روز من جگرم در میکنه گفتم خدنای دی جگرم تریست بود گونه میمری کار کن گفته 3 میلیون کی در کرد. ما چندین بار اعلام کردیم که مردم در همون کمپانی اوتسورسینگ کار نکنید، کلینینگ و کمپانی. من خواهرای ما زیاده از 100 نفر کیدت شدیان، حدود 3 میلیون پول، بله 3 میلیون پول کیدت شدگان. این همه مردم در بیرون در کوچه موندگان، پریم در کوچه موندگان، جون ندارن، چیزی ندارن. یه نفر به نام عبدالرحمن خانبه از ازبکستان، یک بچه جوان سال تولدش 99 در کوچه آدما را مانده است. یعنی اینو فرزندانم اینا نمیدونن چیکار کنن، مجبورن بازی جای خواب پیدا کنن، باز کار پیدا کنن، باز دکومنت کنن که برای یگان جای دیگه کار کنن. برای همینم خواهر جان شما خودتون معرفی کنید. ما عبدالله و زنگا هستم از شهر کلوب. چند سال کار کردی؟ 4 سال در مگزین کار میکنم. نمی آخران نمی 3 ماه آخران ما رسمونا نداده 3 میلیون 3.5 میلیون سوم گرفته رفته ازبکستانی بچه ما را فریب کردگیه. ما حاضی نداریم، نه نان خوردن داریم، نه سون داریم، نه اگام جای خواب داریم، از جای کار نداریم. انشالله. برای این خواهرم باز خواهرای دیگه هم هستن که شما خودتون معرفی کنید. باید دکتر ما میگرم ما را منخی 4 ماه کار میکنم یا مذاکرات آمد این مایده زاکرات آمد هم کسومگیری گریخ برسته شده بیز و خدنای ما را کار مفرمید. یک روز من جگرم در میکنه گفتم خدنای دی جگرم تریست بود گونه میمری کار کن گفته 3 میلیون کی در کرد. من همین احوال دارم خواهرای ما در همین جا، من هم خیلی احوال دارم. بنابر همین من از همه دوستا خواهش میکنم که پیش از آن که شما یک جور کار میکنید میره التماس یگان دگوار کنید. همون خوابه که از ما تمام ایجاد از صورتاش میبریم نشر میکنیم. شما که در جایی که میبینید اون را البته ما میخوابیم پیداش میکنیم. جایی که کار میکنید التماس اول یک دگوار کنید، حتما یک دگوار کنید، به دگوار کار نکنید.